اتوبوس بزرگتر از مینیبوس است از جملات منسوب به خمینی بوده. ولی من فکر میکنم که این نمیتونه صحت داشته باشه، واقعی نیست. چون اولا به درجاتی منطق توش هست، ثانیا از نظر دستور زبان فارسی درسته. دو تا دلیل محکم برای اینکه نمیتونه حرف خمینی باشه. فعل و فاعلش سر جاشونه. از اینجور حرفا اما تو سایر مقامات رژیم و تو خود صحبت‌های خامنه‌ای و روحانی و خمینی فراوونه. هفته پیش سخنرانی قالیباف رو در قالب یک دابسپش هنرمندانه دیدیم. این هفته حرفای یه تعداد دیگه از این جک و جنورا رو اجازه بدین که با هم بخونیم. از خود خمینی شروع می‌کنیم طبعاً، بنیانگذار این مدل پرت و پلاگویی. گفته طوری نکنید که طوری بشود و مردم فکر کنند طوری شده. حسن روحانی، شیخ فری ملقب به روباه بنفش. تا تاریخ است، تاریخ است. تکرار از خود شیخ بنفش بود. خوشبختانه همینجا متوقف شده و ادامه نداده، وگرنه چند تا چیز دیگه میشد در همین روال بگه. تمساح یزدی اما ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم ها از نتایج روزه‌داری است. امام جمعه پل دختر دیگه پرواز کرده بر فراز زمان، مرزهای زمان رو هم در نوردیده و گفته که مبارزه با ماهواره از اهداف قیام امام حسین بود. دجال رو آدم رو چی باید راجبش بگه، اجازه به خودتون موکول کنم. و برسیم به امام جمعه خانسار که دست کل اقتصاددانان جهان رو از آدم اسمیت به اینور از پشت بسته، اونم به شکل قپونی. گفته آمریکا لازم نیست ایران را تحریم کند، فکری به حال دلار خودش بکند که هر روز گران نشود. اما امام جمعه یاسوج، آس آخر و برگ آخر این مجموعه، یه چیزی گفته که به هر کامپیوتری بدین ارور میده. گفته که هر کسی که در ماه رمضان روزه نگیرد و به دروغ بگوید روزه ام، روزه اش باطل است.